بودم اوچت فیرود اوچت تادا فیرود بودم چی میگه داری مرا پوش. سلام، در این درس ما با شما با موسیقی انگلیسی می‌آموزیم و از همه سرود مشهور منیژه Russian Woman را تحلیل میکنیم و کلمه و عباره‌های آن را نیز می‌آموزیم. رفتیم. سلام زبان آموزان، نام من صدیق و این زبان آموز است که هر هفته برای شما زبان انگلیسی می‌آموزد و در این درس انگلیسی ما امروز با شما سرودی از همه مشهور منیژه سنگین که برای یورویژن پیشنهاد شده است آن را تحلیل می‌کنیم، کلمه و عباره‌های آن را می‌آموزیم. سرود منیژه که برای یورویژن پیشنهاد شده است گویم سر و صدای بسیار برآورد، بعضی‌ها با راضی هستند، بعضی‌ها او را سرزنش می‌کنند، اما در عموم منیژه لایق تحسین است و ما امروز با سرودی تاجیک دختر منیژه زبان انگلیسی می‌آموزیم و پیش از آن که سر می‌کنیم دوستان شما رو با فرارضی ماه شریف رمضان تبریک می‌گویم و با شما صبر و برکت تمنا دارم. رفتیم. اگر شما این سرود رو گوش کرده باشید، این سرود اصلا با زبان روسی است، اما در میانه این سرود همگی منیژه سه جمله با زبان انگلیسی میگوید که ما امروز این سه جمله رو کلمه به کلمه تحلیل می‌کنیم و همه آنها رو می‌آموزیم. و یکم جمله انگلیسی منیژه از این سرود این Every Russian woman needs to know است. Every Russian woman needs to know. Every Russian woman needs to know. یعنی هر یک زن روس باید داند. یکم کلمه که در این سرود است کلمه انگلیسی این کلمه every است. every یکی از کلمه های انگلیسی بسیار معنا سر معنا است و آن ترجمه میشود همچون هر یک، هر، همه و دلخواه. یعنی ما چهار وریانت ترجمه این کلمه را داریم every و باز هم اگر کلمه every باز با دیگر کلمه ها همراه شود معنای وی دیگر می شود و آنها تماما یک کلمه now با ما میتونن. مثلا every day هر روز، every week هر ماه، هر هفته، every month هر ماه، یا اینکه everyone همه، everybody همه، یا که everyone دلخواه آدم، everybody همه، everything همه چیز، everywhere در همه جا، یعنی در دلخواه جا. every خلاصه یکی از کلمه های است که آنها با دیگر کلمه ها همراه شده کلمه های نو می سازند. کلمه دومی که منیژه میگوید این کلمه Russian است. Russian این هم اسم است و هم صفت، یعنی وی ترجمه میشود همچون روس و روسیگی. اگر روس گویم he is a Russian woman وی زنی روس است، یا اینکه this is a Russian sweater این سویتری روسی است، یعنی دلخواه چیزی که از روسیه برای ما پیشنهاد می شود همچون صفت ما رو میگوییم که این Russian است. یعنی در زبانی گویم لهجه ما روسیسکی میگوییم، این چیز روسیسکی است، دیگرش روسیسکی نیست، کیتایسکی است. و با مانند این ما دلخواه دولت رو میتوانیم نام بریم و محصولات آنها رو میتوانیم با نام دولت استفاده بریم. مثلا American امریکایی، American man یک مرد امریکایی، یا که American flag پرچم امریکایی، یا که American گیم boots پوشش های امریکایی، یا که باز هم Italian pizza پیتزای ایتالیایی، یا که Italian girl یک دختر ایتالیایی، یا که باز هم Korean کوره‌ای، یعنی Korean language زبان کره. واسه هر یک دولتی رو که ما میگوییم ما اون رو همچون صفت استفاده برده میتونیم و محصولاتی که از اونی است، شخصانی که از اون است یا که زبانی اون است ما اون رو با نام خود دولت استفاده برده میتونیم، یعنی Russian، Korean، Italian، Mexican و امثال اینها. کلمه سیوم که منیژه در صورت خود میگوید این عباره need to know است. need to know از دو کلمه عبارت است، یعنی need لازمه است، در کار است و know دانستن است. need to know ما استفاده میبریم وقتی که میخوایم که یکان کس باید یکان چیز رو داند. مثلا I need to know many English verbs to speak English better. برای انگلیسی رو بهتر گپ زدن من باید فعل های انگلیسی بسیار دانم. باز هم وریانت دیگر you need to know Russian before going to Russia. پیش از به روسیه رفتن تو باید زبان روسی رو دانیم. خلاصه every Russian woman needs to know هر یک زن روس باید داند و چی رو داند ما از جمله دومی منیژه میبینیم. You're strong enough to bounce against the wall.
You are strong enough to bounce against the wall. جمله کلمه یکم you are در اینجا یک قاعده تلفظ است، یک قاعده فونتیکی است. وقتی که ما دو کلمه رو یک جویا میکنیم با واسطه اپوستروف، تلفظ آنها نیز عوض میشود. یعنی در علاهیدگی اگر میخونیم you are شما هستید، you are شما هستید و هنگامی آنها رو گن چسبوندن با اپوستروف تلفظ آنها نیز عوض میشود و you are نمیشود بلکه you are میشود. you are یعنی you are و عبارت دیگر strong enough این از دو کلمه عبارت است. یکون کلمه strong I'm very strong و enough این کافی است، بسنده است. یعنی strong enough در عموم میشود با درجه کافی و قوت بودن. یعنی با درجه کافی و قوت بودن یعنی دلخواه گیم حالتی که شما میگوید که من همون قدر قوتی دارم که بعد یکون کار اجرا کنم. یعنی I'm strong enough to مثلا I'm barely holding it I'm not strong enough yet I'm barely holding it من بازور این رو قبیده ایستادم. I'm not strong enough yet من حالا با درجه کافی با قوت نیستم. yet این حالا هست یعنی من حالا با درجه کافی با قوت نیستم. I'm barely holding it I'm not strong enough yet. و باز هم Carl is strong enough to lift the bulldozer. Carl is strong enough to lift the bulldozer. کارل با درجه کافی و قوت است که بولدوزر رو برداره. لیفت در این جمله این برداشتن ترجمه میشد. یعنی دلخو گیم لیفت که ما داریم و میشینیم ما رو با اشونه های بلند میبرد. این کلمه انگلیسی برداشتن است. لیفت برداشتن میشه. یعنی Carl is strong enough to lift the bulldozer. کارل تون درجه با قوت است که بولدوزر رو برداره. عبارت دیگر to bounce against کلمه الوهیده bounce اگر شما گویم تلفن های نوکیا بیلاین در خاطرتون باشد در اونجا یک بازی بود bounce یک توپچه رو بازی میکردن و آنها رو از مشکلی ها باید میگذاراندیم ما. این بازی خلاصه اون توپ است و bounce نام دارد. مقصدی اساسی همین کلمه bounce در زبان انگلیسی این حالت است که وقتی که ما یکون توپ رو با زمین یا که با دیوار میزنیم و باید در حال بعد از زدنش بر میگردد و حالت اولا یعنی باید برگشته میرود. انا همین حالتی زدن و برگشتن اون رو در زبان انگلیسی bounce میگوید. یعنی وقتی که توپ با دیوار میزند و بر میگردد باید با خودش یکون ضرر نمیبیند. توپ خودش ضرر نمیبیند و این یک با قوتی اون رو نشون میدهد که چند قدر اون رو سخت زنیم همون قدر وای سخت با قفو میرود. یعنی اگر ما در زمین بزنیم سخت با زمین زنیم وای برگشته میرود. یعنی این حالتی است که منیجا گم با یک فلسفه وزمین با زنان روس میگوید که you're strong enough to bounce against the wall. یعنی شما با درجه کافی با قوت هستید که و تنه دیوار میزنید و بر میگردید به حالت اولا. یعنی به یکون ضرر به خود strong enough to bounce against the wall. چند قدری که شما رو با دیوار میزنید شما همون قدر دیگر با قفا میگردید. against این زید میشود مقابل میشود در رو پروی میشود. یعنی bounce against the wall در رو پروی دیوار یعنی شما میزنید و میگردید. و در مصرع سیومش منیجا یک جمله دیگر استفاده میبرد don't be afraid. Don't be afraid. نترس. Don't be afraid این صیغه امری است. در اینجا امر می شود و afraid خودش کلمه ترسیدن است. I'm afraid من می ترسم. She's afraid وی می ترسد. و don't be این صیغه امری است. یعنی شما امر میکنید به یکون کس که یکون کار رو نکند یا اینکه اجرا کند. مثلا don't be afraid نترس. Don't be afraid. Afraid ترسیدن است. Don't be صیغه امری است. یعنی که don't be coward ترسونچک نشو. Don't be coward ترسونچک نشو. یعنی که don't be late
دیر نکن. درسی دیگر هفته دیگر ما با شما درسی لغت میگذاریم و در آن درس ما با شما فعل ها، عباره ها، کلمه های آید و پخت و پز و آشخانه را می‌آموزیم. و تا آن هم شما میتونید این درسی ما را تماشا کنید که در اینجا ما 10 کلمه آید رمضان گپ زدیم که به این کلمه ها شما درباره رمضان گپ زدن نمیتونید و یک بار دیگر رمضان شما مبارک باشد دوستان. تا درس دیگر بای.